یک بار برای همیشه این آموزش رو یاد بگیر که هیچ وقت کلاه سرت نره، هم موقع خریدن مرغ، همین که بدونی چه موقع مرغت قراره به تولید برسه. خب من اول عذر میخوام که پرنده رو به این صورت گرفتم و پرنده هم از شما عذرخواهی میکنه. اینکه پشتش به شما دقت بکنید، ما زیر مقعد دو تا استخوان داریم که چند حالت برای این استخوان ممکنه. این دو تا استخوان اگر به هم چسبیده باشه و لبه تیزی داشته باشه، حد اکثر 2 ماه طول میکشه تا این پرنده به تخم بده، یعنی سنش هنوز به سن تخم گذاری نرسیده. اگر لبه استخوان ها نرم باشه و باز به هم چسبیده باشه، حد اکثر 1 ماه برای تخم‌گذاری این پرنده فاصله زمان مونده. و اگر این دو تا استخوان روبروی هم نباشن، ببینید اینجا کاملا روبروی هم، یعنی یکی پایین باشه یکی بالا و به هم چسبیده باشن، این مرغ هیچ وقت تخم نمیاد. حالا یا جناق شکسته یا مشکل ژنتیکی داره. اگر فاصله 2 انگشت بین این استخوان باشه موقعی که انگشت رو قرار میدید، فاصله 2 استخوان باشه یعنی این مرغ 2 انگشت باشه یعنی این مرغ در حال تخم‌گذاریه. و اگر فاصله 1 انگشت باشه و این لبه ها هم نرم باشه، یعنی این مرغ تخم می‌کرده ولی الان از تخم رفته و مجددا با باز شدن